بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت به شبکه پندنامه خوش آمدید. ما در برنامه لحظه با قرآن امروز چند نشانه از مؤمنان را با یکدیگر در محضر قرآن کریم مرور خواهیم کرد که انشاءالله خداوند ما را اهل ایمان قرار دهد. خداوند متعال در سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان اهل رستگاری هستند. مؤمنان جایشان جنت است. حال این مؤمنان که جایشان جنت است و رستگار می شوند چند نشانه دارند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هنگامی که نماز می خوانند فروتن، خاشع و متواضع هستند. والذین هم عن اللغو معرضون، انسان مؤمن اهل گفتار، رفتار و کردار بیهوده و لغو نیست. از کارهای لغو و بیهوده دوری می کند. یکی دیگر از نشانه های مؤمنان این است که والذین هم لفروجهم حافظون، چشم، جسم و قلب مؤمن به سوی حرام حرکت نمی کند. رابطه جنسی مؤمنان در قلمرو خانه و خانواده است. یکی دیگر از نشانه های مؤمنان این است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، انسان مؤمن نسبت به مال، ناموس و آبروی مردم امانتدار است. و عهدهم راعون، و اگر عهد هم می کند آن عهد را رعایت و وفا خواهد کرد. یکی دیگر از نشانه های مؤمنان که خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات می فرماید این است که انسان مؤمن نسبت به دیگران گمان بد نمی کند و همچنین در کارهای شخصی و زندگی شخصی مؤمنان و انسانهای دیگر تجسس، جستجو و کندوکاو نمی کند که متاسفانه در بین ما بسیار زیاد است. و همچنین انسان مؤمن نسبت به یک شخص دیگر غیبت نمی کند، آبروی او را نمی برد، نسبت به مردم حرفهای زشت و ناپسند نمی زند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنان از گمان بد دوری کنید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. ولا تجسسوا، و تجسس و کندوکاو و جستجو نکنید، مخصوصا در زندگی شخصی دیگران. ولا یغتب بعضکم بعضا، و انسان مؤمن نسبت به دیگران غیبت نمی کند. انشاءالله خداوند متعال ایمان و عمل صالح را در ما زیاد گرداند و بهشت جاودان را نیز نصیب ما گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.